پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که راجع به دو تا از موضوعهای جنجالی این روزهای ایران با شما صحبت بکنیم. موضوع اول در خصوص علی رضوانی، خبرنگار صدا و سیمای ایران هستش که در رسانه‌های خارج از کشور به اسم بازجو خبرنگار شناخته میشه و دعوای او با سوشا مکانی و استوری عجیب و غریبی که سوشا مکانی برای علی رضوانی گذاشته بود. راجع به پشت پرده این شخص صحبت میکنیم و موضوع دوم هم راجع به دعوای میثاقی و دکتر هاشمیان هستش در خصوص مرگ مشکوک مهرداد میناوند و علی انصاریان که هر دوی این دو اسطوره فوتبال ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون رو از دست داده بودن و حواشی زیادی رو هم ایجاد کرد که در کانال یوتیوب برنامه پشت پرده 2-3 قسمت به این موضوع پرداختیم که میتونید سریع به آرشیو ویدیوهای رسانه پشت پرده بزنید و این ویدیوها رو ببینید و همچنین اگر هم کانال پشت پرده رو سابسکرایب ندارید دکمه قرمز رنگ هست این پایین میتونید روی دکمه سابسکرایب بزنید و روی دکمه زنگوله که اگر ویدیوی جدیدی از ما منتشر شد برای شما نوتیفیکیشن بیاد یا اگر با LCD در خونه‌های خودتون دارید تماشا میکنید روی صفحه اصلی LCD شما ویدیوهای جدید ما نمایش داده بشه. بله، امیدوارم که کانال پشت پرده رو هم سابسکرایب داشته باشید. اول از علی رضوانی و دعواش با سوشا مکانی شروع میکنیم و یک پشت پرده هم در خصوص علی رضوانی به شما خواهم گفت. علی رضوانی که با مصاحبه‌های چاپلوسیگونه خودش در صدا و سیمای ایران بین خیلی از افراد خارج از کشور داخل ایران منفوریت عجیب و غریبی به دست آورد. فکر میکردی یه روز بدون تعارف و آمد نیوز با هم گفتگو کنن؟ نه واقعا فکر نمی‌کردم. و اوج این منفوریت زمانی بودش که با روح‌الله زمی که زیر حکم اعدام بود مصاحبه کرد و توی اون مصاحبهش اصول حرفه‌ای خبرنگاری رو رعایت نمی‌کرد، با لحن بالا و پایین سوال می‌پرسید، با پوزخندهایی که میزد، با خنده‌های تحقیرگونه خودش باعث شد که اصلا بین خبرنگارهای هم داخل ایران و رفقای خودم که داخل صدا و سیما بیرون صدا و سیما هستن هم خبرنگارهای خارج از کشور منفور بشه، چون اصول حرفه‌ای خبرنگاری رو برای سوال پرسیدن رعایت نکرد. به هر حال خب می‌دونید که علی رضوانی هم شاید براتون جالب باشه که اسم اصلیش کامبیز رضوانی هستش، نه علی رضوانی که حالا اسم خودش رو هم به علی تغییر داده. خیلی خوب، یه عکس نشونت بدم. آره. خب در اینجا ما میخوایم ریاکشن مجری یا آنالیز بکنیم. شما به چهره مجری و نوع خندش توجه بکنید. کانالته اون لحظه‌ای که منتشر شد دستگیری، این تازه شروع ماجراست. این لحظه‌ایه که منتشر شد که سازمان اطلاعات سپاه روح‌الله زم رو دستگیر کرد و در کانالت اینو ندیده بودی؟ نه. و آرم سپاه اومد به جای آرم کانالت. بعد این صحنه میدونی چیش قشنگ بود؟ وقتی این منتشر شد به سرعت نور داشت منبرهای کانالات میریخت. شما اینجا به چهره علی رضوانی دقت بکنید، انگار خودش روح‌الله اعظم رو دستگیر کرده و اصلا عدالت رسانه‌ای رو در مصاحبهش رعایت نمی‌کنه. همه داشتن در میرفتن. یعنی اعتبارش رو من بوده دیگه. آتیش بیار معرکه بود. علی رضوانی که با رانت و پارتی بازی خواهرش که در ساختمان اداری بود و یکی از اعضای اصلی خانواده‌اش که در یکی از نهادها کار میکنه تونست بیاد و راه پیدا کنه به صدا و سیما، که بهتر بگم که کامبیز رضوانی نه علی رضوانی، و گفته شده بوده که سربازی هم نرفته و حالا چه جوری معافیت گرفته و استخدام صدا و سیما هم شده این هم خودش جای بحث هستش. به مدیرعامل باشگاه راه آهن گفتن ماجرای تمرین یک خواننده زیرزمینی با تیم شما چیه؟ زیرزمینی رو زمین نداریم که در حال ایشون ولی ما می‌خوایم حمایت کنیم. چه تمرین چه حمایت نکنیم؟ میخواید حمایت کنید؟ پس در جریان باشید. رو زمینی ها مجازن و زیر زمینی ها غیر مجاز. حالا خود دانید.
مجاز دل منه ببین، غیر مجاز ما نیستیم. خیلی وقتم از نخوردیم استیک گراز. در دفاتر خبری صدا و سیما کار میکرده که شعبات مختلفی قدیم توی مثلا شریعتی و مثلا تو جردن و جای مختلف تو تهران صدا و سیما دفتر خبری داشت. علیرضا اول تو اون دفتر خبری کار میکرد، بعد اومد توی ساختمون شیشه‌ای که ساختمون خبر صدا و سیما هستش توی گروه ورزش کار میکرد و توی گروه ورزش هم بسیار آدم پرمدعایی بود. من چندین بار موقعی که تو صدا و سیما رفته بودم میدیدمش، اصلا این آدم بسیار آدم مغروری بود که اصلا سلام کردن هم بلد نبود. این تجربه خود من هستش، حالا بقیه رو کار ندارمش که با اجرای برنامه‌های ورزشی بازم آدم منفوری بود. و جالبه که یکی از کسانی که زیاد آنچنان خوشش نمیاد از علی رضوانی سوشا مکانی بود که بارها و بارها علی رضوانی ویدیو ضد سوشا مکانی ساخت. و برید چند تا از این ویدیوها رو ببینیم. خیلی ها فکر کردن پرونده قضایی دروازه‌بان پرسپولیس سوشا مکانی حل شده که اومد و روی نیمکت پرسپولیس نشست. سوشا مکانی که هست ولی کم هست. اما بلافاصله دادستانی اعلام کرد حق بازی و حتی ورود به ورزشگاه رو هم نداره چون پروندهش در حال بررسیه. حالا اما کامبیز رضوانی یا همون علی رضوانی بعد از مبتلا شدن به ویروس کرونا سوشا مکانی براش یه دونه استوری گذاشت که میبینید نوشت که رفیق به امید خدا زود کرونا شکستت میده که درد نکشی. که بعدش هم من این استوری رو برداشتم برای سوشا فرستادم، گفتم با پشمای یه ملت با این استوری ریخ، شما دعای خیر کردی یا شر؟ که جواب سوشا هم اینجوری بود که من براتون میخونم. گفته که آدم‌هایی که پاشون رو زخم میذارن رو نمیشه حذف کرد. من برای دشمنم هم بد نمیخوام، ولی این آدم ارزش دشمنی هم نداشت. حالا اینجا اشتباه نوشته هیچ وقت، ولی منظورش احتمالاً هر وقت بوده. هر وقت میبینمش یاد چشمای گرون پدر و مادرایی میافتم که این با آیندهشون بازی کرد. در کل من چیز بدی نگفتم. لیاقت این آدم مرگ با درد فراوون، ولی من آرزو کردم بدون درد خلاص شه تا 90% مردم هم خلاص شن. اینم جواب سوشا مکانی بود که من یه ویدیو از علی رضوانی براش فرستادم. سوشا مکانی که الان دروازه‌بان یه تیم نروژیه گفته نماینده مد و شیک پوشی ایران در نروژ هستم. یه بنده خدایی هم در جوابش گفته آقا سوشا در کنار مد یکم مراقب دروازت هم باش که این مدلی گل نخوری، آخه نماینده دروازه‌بانامون هم هستی. که جواب داد، گفتش که من با اینا مشکلی ندارم، اونا هر موقع که دوست داشتن واسه من مشکل ایجاد کردن که من از پرسپولیس برم و اینا اصلا برام مهم نیست. خب به هر حال یه گزارش شده که از 20 پخش شده بوده و پشت پرده داره میگه که خب یه سری از افراد بستن با صدا و سیما، از جمله علی رضوانی همون کامبیز رضوانی، که بخوان یه سری افراد رو جابجا بکنن یا از پرسپولیس برن. و حالا قول یک مصاحبه هم داده که احتمالاً به زودی این مصاحبه هم پخش خواهد شد و براتون منتشر خواهیم کرد. اما موضوع بعدی موضوع دعوای میثاقی با دکتر هاشمیان هستش، پزشک علی انصاریان، مرحوم علی انصاریان و مهرداد میناوند. حالا علی انصاریان بیشتر، مهرداد میناوندی که در یک بیمارستان دیگه بود که میثاقی در برنامه زنده شبکه 3 اومد گفتش که آقای هاشمیان مدام لایو میذاشته، مصاحبه میکرده، به فکر لایک و فالوور بوده و نه سلامتی این افراد. حالا بی ربط هم نمیگه، حالا چون دوستی خوبی هم با عادل کلاهکرج و جواد کاظمیان، علی کریمی حالا به نسبت داره میثاقی، قطعا خبرها به گوشش رسیده بوده که آقای دکتر هاشمیان چه کارهایی را انجام داده و حسابی شست دکتر هاشمیان رو گذاشت کنار. که با توجه به اینکه میثاقی هم مثل علی رضوانی آنچنان محبوب نیست و بین مردم منفوره، به خاطر اینکه مردم معتقدن که میثاقی زیرآب عادل فردوسی پور رو زده و جاش نشسته و جایگاه استادی و شاگردی رو رعایت نکرده، اونم آنچنان بین مردم محبوب نیست. ولی خب این جوابش بین مردم و به دل مردم نشست. ببینید من یه نکته بگم راجع به اتفاقاتی که افتاد بعد از در واقع فوت علی انصاریان عزیز. صحبت خیلی زیاد شد پیرامون اتفاقات و حواشی و اینها. فقط یه نکته شما میخوام بگم، یه ذره عجیبه برام که چجوری مثلا کسی مسئولیت داره با ذکر این نکته که 1 سال هست تمام کادر درمان دارن صمیمانه تلاش میکنن، از جونشون گذاشتن، خانواده هاشون رو نمیبینن، تلاش دارن میکنن که این مشکل برطرف بشه هر جوری که هست.
هفته ها شده خونهشون نرفتن، بچه هاشون ندیدن، خانواده هاشون ندیدن و دارن واقعا جانفشانی میکنن. با ذکر این نکته عرض بکنم که ولی یکی دو نفر رو میبینی، بعضیا رو میبینی اصلا عجیبه در واقع رفتارشون موقعی که همچین مسئله پیش میاد. نمیدونم این میزان از اشتیاق برای خودنمایی، برای اینکه خودشو نشون بده طرف، برای اینکه بره فالوور جذب بکنه تو شبکه‌های اجتماعی دیده بشه، واقعا عجیب و مشمئز کننده است. شما تو یه گوشه از شهر یه بیمارستانی هست که اتفاقی افتاده اونجا، داری جلوی در بیمارستان مصاحبه میکنی، بعد بدو خودتو میرسونی به یه جای دیگه ای از شهر که یه بیمارستان دیگه است که یه عزیز دیگه اونجا بستریه، اونجا هم مصاحبه میکنی. برای اینکه زمان از دست ندی تو راه تو ماشین لایو میذاری که یه موقع 5 دقیقه رو از دست ندی، یه موقع 2 تا فالووری چیزی نپره. و این رونده اصلا روند اشتباهیه، روند غلط و دردناکیه. این جزئیات عجیبی که از شرایط خصوصی بیمار منتشر میشه توسط حالا کسی که اونجا پزشک هست، نمیدونم مسئولیت داره نداره، نمیدونم تخصصش اصلا مرتبط هست با این اتفاق، با این بیماری یا نیست. این استرسی که شما به جامعه القا میکنی، به دوستا و آشنایان اون طرف القا میکنی، فقط برای اینکه خودتون نشون بدی. صبح داری مصاحبه میکنی از این بیمارستان این ور شهر، تو ترافیک بدو که یه موقع مصاحبه رو تو بیمارستان دیگه از دست ندین، وسط راه هم که لایو اینستاگرام بذاریم که یه موقع این 10 دقیقه رو از دست ندیم. میگم خیلی این رونده برای من عجیبه و این افشای اتفاقات خصوصی بیمار. شما کجای کهکشان میبینی که عکس ریه فیلم از آخرین شرایط بیمار توی نمیدونم وضعیت بد توی آی سی یو منتشر بشه؟ بخاطر اینکه حالا یه نفر میخواد خودشو نشون بده، با تمام خبرگزاری‌ها داره مصاحبه میکنه، هر شبکه تلویزیونی میزنه، شما بزنی داره حرف میزنه، مصاحبه میکنه. خیلی به جای اینکه آرامش تزریق بشه به جامعه، به خانواده طرف، به دوستان و اطرافیانش، مدام استرس در معرض دید بودن، صحبت کردن، فالوور جذب کردن. به نظرم خیلی خیلی کار اشتباهی. خود وزارت بهداشتون بیمارستان باید بگه ما یه بیانیه میدیم نوشتاری رو سایتش، آقا الان شرایط اینجوریه، با توجه به اینکه این عزیزان شرایط اجتماعیشون به نحوی هستش که مردم پیگیر حالشون هستن، ما یه بیانیه هر روز بعد از ظهر روی سایت میذاریم که الان شرایط این عزیز به این شکل است، تموم شده رفت. که حالا دکتر از این ور بره مصاحبه کن، اون ور بعدش این جنجال اتفاقات میشه. غیر از این که شما نمک به زخم خانواده طرف بپاشید، دوستاشو اذیت بکنید، مردمو ببرید تو استرس، هیچ چیز دیگه ای نداره. خودتون نشون دادید حالا یه چند صباحی، ولی به نظر من اصلا این روند درستی نیست و جا داره که وزارت بهداشت بیاد یه پیگیری بکنه. اون بیمارستانا میگن آقا بیمار توی بیمارستان ما، مسئولیتش با ما هم بیانیه میدیم که حالش الان اینجوری بوده، فردا بیانیه میدیم که به این شکل. اصلا این دیتیل و جزئیات عکس نمیدونم خیلی عجیبه. گفتم اینو بگم که حتما یه بررسی بکنن از اون تو وزارت بهداشت، یه پیگیری بکنن که ان شاءالله که اصلا اتفاقاتی که کلا نیفته. ولی طرز رفتار ما با این اتفاق هم به نظر من اصلا درسته. در واقع آدمای دیگه کاری ندارم، فقط این تو این مقطع به نظرم خیلی اذیت شدن عده زیادی از آشناها، فامیل، دوستداران هم علی هم مهرداد عزیز به خاطر این اتفاق و این سبک رفتاری که بعضی از دوستان خودنمایی ما داشتن. بله، صحبت‌های آقای میثاقی شنیدید و این نکته هم هست، میگه که ایشون آیا تخصص لازمه رو داشته یا نداشته و اینکه ایشون مدام وسط راه و اینور اونور لایو میرفته. یه نکته بگم که حالا من نمیخوام دفاع بکنم دکتر هاشمیان، ولی خب عدالت رسانه اینجا حکم میکنه که این نکته رو بگم که همکاران آقای میثاقی شما در صدا و سیما مدام با این شخص تماس میگرفتن و مصاحبه میکردن و اونم حالا عشق مصاحبه بوده و مصاحبه میکرد. حالا لابلش لایو ریزی هم اومده درست، اما همکارای خودت در صدا و سیما با ایشون صحبت میکنن، با در و دیوار مردم عادی هم که مصاحبه نمیکرد. از اون ورم خب مردم هم پیگیر اخبار واقعا بودن، اینو آدم نمیتونه نگه. ولی خب دکتر هاشمیان هم خب کاری که انجام داده نمیتونیم آنچنان بی تقصیر بدونیمش. اما دکتر هاشمیان هم جواب جالبی داده به میثاقی، گفته که زمانی که همه پیگیر حال علی انصاریان و بقیه بودن و با من تماس میگرفتن، شما حتی یه تماس هم با من نگرفتی و نخود هر آشی خودتو نکنه، شما الان داری فیلم بازی میکنی. یعنی لپ کلامش این بوده و از اون جالبتر و حرکتش کودکستانی تر این بوده که اومده در جواب آقای میثاقی هشتگ عادل فیروزپور رو اون زیر زده. یعنی یه حرکتی زده که ما در مهد کودک ها هم این قضیه رو نمیبینیم و از اون بدتر
آقای میثاقی اومده گفته بود که ایشون در بین مسیر لایو میذاره، اومده یه دونه استوری گذاشته آقای دکتر هاشمیان و گفته که نه این لایو نبوده، مصاحبه اسکایپی بوده. عزیز من کلا این حرکت شما از بیخ و بن باگ داره. شما حتی نباید در حین رانندگی نه تنها اسکایپ لایو هم بذاری، بعد بزنی یه گوشه و باهات مصاحبه بکنن. شما خیلی شیک و مجلسی در حین رانندگی داری مصاحبه هم می‌کنی و اصلا چرا صورت مسئله رو پاک می‌کنی؟ شما کلا این حرکتت ایراد و مشکل داشته که اینم در نوع خودش عجیب و غریب بود و باید ببینیم که این دعوای کودکستانی بین این افراد هم که تموم میشه. و یک بیانیه‌ای هم آقای دکتر هاشمیان منتشر کرده بوده و گفته بوده که یه اداره علیکی خود هر آشی میشن چنین و چنان. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و کامنت هم بذارید و دوست داریم نظرات شما رو هم بدونید. مرسی.